سلام، امیدوارم خوب باشید. روزتون بخیر. با یک انرژی خانی دیگه اومدم برای این پرسش: چه انتظاری از من داری؟ طرف مقابل، کیس احساسی، چه انتظاری از من داری؟ تو این فاصله، تو این سکوت، تو این سردی، تو این دوری، چه احساسی نسبت به من داری و چه انتظاری از من داری؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. لطفاً با من همسو و همنیت بشید. عدد کائناتی 555 رو لطفاً کامنت کنید و انرژیاتون اینجا برای من قرار بدید. کیس احساسی: چه انتظاری از من داری و حست چیه؟ برای هر عنصری که بیاد من میخونم. پس عزیزانی که دارن میبینن، به این صورته که هر عنصری بیاد و من میخونم. لطفا با من همسو باشید، هم فرکانس باشید. عزیزان تو کانال یوتیوبم من ریدینگ های رو بارگذاری میکنم که متفاوت با اینستاگرامه. لطفا اگر دوست داشتید که ببینید، حتما کانال رو سرچ کنید به نام فال پاکان. من توی استوریا همیشه قرار میدم. عزیزانی که از اکسپلور میان، لطفا استوریا رو ببینید. اطلاعات تو استوریاست و تو هایلایت ها. خب طرف مقابل چه خبر؟ خودش اولین کارت رو به ما داد. خب چه توقعی از من داری؟ چه انتظاری از من داری و حست به من چیه؟ هر عنصری بیاد من میخونم. ببینیم چی رو دستم میشینه. بسم الله الرحمن الرحیم. چه انتظاری از من داری؟ لطفاً به من بگو. خب بسیار عالی. بریم که ببینیم چه انتظاری از ما داره. طرف مقابل چه انتظاری از من داری؟ اینا ریخت من خودم برمیگردونم، چون باید کشیده بشه و تک بیاد. چه انتظاری از من داری؟ چه حسی به من داری؟ بسم الله الرحمن. این طرف مقابل نیتم نیت همه عزیزانی است که الان دارن این ویدیو رو میبینن یا بعداً خواهند دید. بدون زمان هست، هر زمان دیدید صدق میکنه. چه انتظاری از من داری؟ خب به میگه دیگران تو رو دو دل میکنن و تو سرد میشی و چارچوب رابطه رو متزلزل میکنی و پیشرفتمونو هرچند من در سکوت هستم یا جلو نمیام یا حرفی نمیزنم ترک میکنی و تو جمعه هایی قرار میگیری یا با همکاران یا خانوادت که برای تو یک چارچوب دیگه رو تعریف میکنن یا به تو پیشنهاد میدن که منو رها کنی. این آدما دنبال تفرقن، دنبال این کن تو رو از من دور کنن. چه عنصری اومد؟ عنصر آتش. میگه آقایی که عنصر آتشی، اینو خانوم داره میگه، یعنی فروردین، مرداد، آذر. میگه پیشرفتی میخوایم با هم داشته باشیم، ولی دیگرانی هستن که تو رو دور میکنند و انگار بستگی تو کار میندازن، راهو میبندن، نمیتونیم پیشرفت کنیم. من حتی احساس میکنم تو یک رابطه سه‌ضلعی قرار گرفتیم. فکر میکنم تو با کسی تو رابطه ای و راه بسته میشه برای من و من قدم از قدم نمیتونم بردارم. خانومی که عنصر خاکی، یعنی آقایی که الان داره نیت میکنه، خانومی که عنصر خاکه داره اینا رو میگه، یعنی اردیبهشت، شهریور، دی. دیگه چه انتظاری از ما داری؟ میگه میدونم داری روی شرایط مالیت کار میکنی و حمایت از سمت خانوادت داری، ارثی میبری. اومد اینجا. میدونم که شرایط مالیت شاید الان خیلی محکم نباشه و ارثی میبری، ولی میدونم من دوست داری. به پول توجه آنچنانی نمی کنی. خانوم داره میگه آقایی که عنصر بادی، همه عناصر داره میاد. مهر، بهمن، خرداد. میگه راهو بستی،
انرژی و بستی. اینا دارن همه با هم اینو میگن ها. انرژی و بستی، راه و بستی. خانومی که عنصر آتشی، آقایی که داری میبینه اینو داره میگه. جا به جا میشه جنسیت ها. میگه من تو رو دوست دارم. برای همه عناصری که دارم میگم میگه من تو رو دوست دارم. خاک اومد هنوز آب نیامده. به ما بگو دیگه چی؟ میگه بله مثبت تو قلبمه. انتظار دارم به این توجه کنی. انتظار دارم برای من قدمی برداری. حتی اگه جواب تو ندادم و در سکوتم و کات کردم. یک انرژی مثبت ازت ببینم. یک بله مثبت ازت ببینم. چراغ سبزی به من بده. راهی به من بده. به من یک پیشنهادی بده برای ارتباط دوباره، برای شروع دوباره. من با تو عاشقانه ای و میخوام که تو هم در ذهنت داری. من تو رو دوست دارم. ببینید با چی تموم کرد؟ با 10 تموم کرد. انتظار داره، دوست داره شما بیای دودلیا رو کنار بذاری، به حرف دیگران گوش ندی. ممکنه بعضیا عزیزان انرژی جابجا بشه، یعنی این حرف شما به طرف مقابلت باشه. عزیزان این چیزی که الان دارم میبینم احتمال داره بعضیا طرف مقابل داره بهشون میگه، بعضیا خودشون دارن به طرف مقابل میگن. یعنی شما که داری الان میبینی به طرف مقابلت داری میگی. جابجای عناصره، چون من دارم میبینم اینو اینجا تغییراتو. عزیزان پس عزیزانی که عنصرهایی که اینجا اومد هستند، آب نیامد، تیر آبان اسفند نیامد. عزیزان بقیه عناصر نشسته. عزیزانی که الان دارن این ریدینگو میبینن یا حرف خودشون به طرف مقابله یا حرف طرف مقابل به خودشونه. میگه من علیرغم همه چالش ها، دودلی ها، استراب ها، بستگی ها، سکوتی که کردم، سکوتی که کردی، ارتباط قطع شده، سرد شده، دور شده، من هنوز میخوام پایدار باشی، ثابت قدم باشی، تو رابطه ای نری، ارتباط فیزیکی و جنسی برقرار نکنی، به سمت کسی نری. من شرایطمو باید تعدیل کنم، تو هم شرایطو باید تعدیل کنی. یعنی حرف تو به اونه و حرف اون به تو. حالا عزیزانی که توی رابطه هستن خودشون میتونن تعریف کنن، روی رابطهشون بنشونن. آیا حرف خودشون بود به طرف مقابل یا حرف طرف مقابل به اینها بود؟ پس ما در این انرژی خانی به این نکته رسیدیم که انتظار و توقع داره، احساس به ما داره، پیشرفت میخواد، ما رو دوست داره، رابطه عاطفی عمیق میخواد، هنوز در ذهنش هست، علیرغم سکوت، سردی، دوری از رابطه و انرژی هایی که معکوس شده تو رابطه. خیلی ممنونم که با من همسو و هم نیت بودید. شما رو تا دیدار بعد به خدای منان میسپارم. در نور باشید.